استاد قول میدم سوال آخرم باشه، ببخشید. 2 تا زمان تو انگلیسی داره منو دیوونه میکنه. یک آینده کامل استمراری، یکی آینده استمراری. اینا چی ان؟ میشه مثال بزنی؟ آره ببین future continuous بهش میگن آینده استمراری، مثل حال استمراری میمونه توی آینده. من الان دارم ورزش میکنم، نرمش میکنم، میشه I am exercising. همین توی آینده مثلا tonight at 8 I will be exercising یا I am going to be exercising. من قراره در حال ورزش باشم. این استفادهش زیاده. اون دومیش که پرسیدی اصلا استفاده ای توی اسپوکن لنگویج، توی زبان محاوره و صحبت نداره، فقط توی تستا و کتابای انگلیسی میبینی. ولی حالا بهت میگم future perfect continuous فوکسش روی duration of time، بازه زمانی در آینده. برای مثال من ساعت 8 ورزش رو شروع میکنم، شما ساعت 10 میرسی خونه ما، پس وقتی 10 که برسی من 2 ساعته که در حال ورزش خواهم بود توی آینده. پس میگم tonight when you arrive at 10 p.m. I will have been exercising for 2 hours. من قراره 2 ساعت در حال ورزش باشم وقتی که تو میای. پس بازه زمانی هست، زیاد هم اصلا استفاده نمیشه ازش، هم استفاده نکن. حل شد مشکلت؟ ممنونم.